فرهاد، من باورم شد. پردیس واقعا تسخیر شده. هزاران بار گفته بودم که به من بی احترامی نکنید، به من توهین نکنید. فرهاد جون نمیدونم میدونی یا نه، ولی میدونم انگلیسی بلد نیستی، از گوگل ترنسلیت استفاده بکن. هی بچه‌ها، اینجا اینفینیت ویدیو به یه ویدیوی دیگه خیلی خوش اومدید. همونجور که از اینترو دیدید کلی حواشی پیش اومده که تو این ویدیو میخوام ببینیم دقیقاً چی شده. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. مثل همیشه حمایت یادتون نره، لایک و کامنت و سابسکرایب. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینیم میخوام بهتون اندروپی رو معرفی کنم. اندروپی یه شرکت برای نقد کردن درآمد یوتیوبرها داخل ایران که خیلی یوتیوبرای معروف مثل بیگ اسموک، تئوس، کیودی پای یا کول گیمر باشون همکاری میکنن. علاوه بر نقد کردن درآمد میتونید برای پروموت کردن ویدیوها یا تبلیغات روی گوگل ادز باشون همکاری کنید. راههای ارتباطی رو هم همین بالا هم توی دیسکریپشن براتون میذارم. ماجرا از این قراره که چند روز پیش رضا یه ویدیو آپلود میکنه و توش محتوایی که فرهاد ایکسی تو قالب پرنک آپلود میکنه رو رست میکنه و میگه این ویدیو فیکن همشون و یکم هم با شوخی میکنه. ولی ظاهرا فرهاد از این شوخی‌ها خوشش نمیاد و روی ویدیوی رضا استرایک میزنه. بعد از این حرکت فرهاد، رضا یه ویدیو و یه سری پست و استوری میذاره که خیلی یوتیوبرای معروف که قبلا از نزدیکای فرهاد بودن مثل حامی و فرشاد و همچنین ممنتو از رضا حمایت میکنن. میخوام اعلام کنم که فرهاد، من باورم شد. پردیس واقعا تسخیر شده. همش شوخی بود. ویدیویی که ما ساختیم همونجوری که قبلا من راجع به هر کسی دیگه ویدیو میساختم، کاملا توی ویدیو هم میگم کاملا جنبه سرگرمی داره. من نه قصد این دارم که حالا مثلا کسی رو تخریب کنم یا چیزی. من با تمام کسایی که راجع بهشون ویدیو ساختم دوستم. الان از سهند بگیر، گریزی گیمینگ بگیر، فرش دانیال بگیر، حتی سهند ASMR ریپلای کرد روی استوری من که گفتم فرهاد استرایک زد و بهم انرژی داد. این نشون میده که یک نفر اگر از جامعه اینستاگرام هم به یوتیوب بیاد و اون طنز سارکاستیک و کنایه آمیز من رو هم ببینه، میفهمه که من دارم شوخی میکنم. اما چرا فرهاد که چند سال توی کامیونیتیه نفهمیده؟ و نه تنها نفهمیده، نه تنها نریخته توی خودش، نه تنها نیومده با من صحبت کنه، اون بدترین روشی که جلوی ذهنش بوده رو اومده اجرا کرده و اون اومده که روی چنل من استرایک زده. پرقدرت برو جلو. رضا جان قصه نخور. البته که نخوردی، کار درسته. عاقلان دانن چه خبره. واقعا رضا اگه بی‌آزارترین یوتیوبر ایران نباشه، قطعا یکی از مظلوم‌ترین و ساکت‌ترین یوتیوبراست. به نظر من رضا خیلی به درست رشد کردن این کامیونیتی کمک کرده. اصلا داستان رفاقتمون به کنار، اینکه فرهاد ایکسی به این راحتی حاضر منبع درآمد یه هموطن ایرانیش رو به خطر بندازه صرفا برای ارضا کردن حس فشار لحظه‌ای خودش، واقعا بچگانه و احمقانه است. ما پشت ابر نمیمونه. اسرائیل که الکی بک میخوره. ممنتو پشت رضا. اونایی که نمیدونن داستان چیه برن ویدیو رضا رو ببینن، توش توضیح داده. اگه میخواین بدونین که چرا واسه من مهمه، واسه اینکه پس فردا یه نفر دیگه‌ای که توی کانادا یا خارج از کشور از این داستان سوء استفاده نکنه و روی یه نفری که توی ایران استرایک نزنه، اینجوری با کامیونیتی پشت هم دیگه در بیاد. و فرهاد جون نمیدونم میدونی یا نه، ولی میدونم انگلیسی بلد نیستی، از گوگل ترنسلیت استفاده بکن حتما. کپی رایت استرایک زدن الکی استرایک داره خودش، یعنی روی ویدیویی که خود میدونی فیر یوزه، وقتی کپی رایت استرایک زدی استرایک برمیگرده روت. از گوگل ترنسلیت استفاده بکن حتما. بعد از این ماجرا امیرعلی یه استریم میذاره که توش رضا هم حضور داره و این بار دوباره روی استریم امیرعلی دوباره فرهاد رو رست میکنن. صدای چیه؟ چی شده؟ امیر چی شده؟ دیوونه شدی؟ دیوونه شدی؟ کارا چیه؟ این دیوونه شدی؟ چرا اینجوری میکنه این؟ دیوونه شدی؟ نکن این کاراتو دیگه. چی کار داری میکنی؟ نمون صندلی بذار، نذار بیاد این ور صندلی. بابا نه یا چرا این کارا رو میکنی؟ بچه ها دوربین. همش الان ریکورد بوده. خیلی باحال بود. بعد از این استریم ایز دیگه حواشی به اوجش میرسه و فرهاد یه ویدیو آپلود میکنه و ماجرا رو کامل توضیح میده. در صورتی که این شخص با علم بر این که میدونست استرایک میخوره، با علم بر این که اشخاصی که توی این ویدیو نقش بازی کردن، ویدیو رو پر کردن و همچنین دوستای صمیمیشون توی یک سال گذشته من بهشون
هزاران بار گفته بودم که به من بی احترامی نکنید، به من توهین نکنید، به من فحش ندید، به من لیبل نچسبونید. چرا که این افراد 1 سال تمام توی این مدت کانتنت هایی که من میساختم روی استریماشون میدیدن، به من میگفتن، به من برچسب حیوان میزدن، به من میگفتن گراز، به من فحش میدادن، قیافه منو مسخره میکردن، همسر منو مسخره میکردن، پوشش منو مسخره میکردن، نوع راه رفتن منو مسخره میکردن و اصلا 1000 تا چیز دیگه که من همون موقعم بهشون گفتم که آقا این کارو نکنید، اگر بکنید روتون استرایک میزنم. بهشون اعلام کردم، نه 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار من به این اکیپ اعلام کردم، 100 بار بهشون اعلام کردم که آقا نکنید، راجع به من این شکلی کانتنت نسازید، راجع به کدوم یوتیوبر دیگه این شکلی کانتنت میسازید که به خودتون اجازه میدید راجع به منی که تازه ازدواج کردم، راجع به من و همسرم که تازه مهاجرت کردیم و توی سختی داریم زندگی میکنیم و تو چه میدونی که من چه سختیایی تو زندگیم کشیدم که منو دچار قضاوت خودت قرار میدی و به خودت اجازه میدی که به من توهین بکنی. بعد از این ویدیو فراد، رضا این پست رو توی کانال تلگرامش میذاره. آقا فراد جدی میگم همه میدونن داستان چیه. اگه دوست داری اعتبار از دست رفته تو یکم احیا کنی، تنها کاری که میتونی بکنی اینه که استرایک تو برداری و عذرخواهی کنی و ضررهایی که زدی به منو جبران کنی. اون موقع میتونی به احیا کردن بقیه کارات بپردازی. بیشتر از این خودتو جلو بقیه کوچیک نکن. برادرانه میگم. تشکر میکنم از همه یوتیوب فارسی، از مخاطبش گرفته تا بزرگترین یوتیوبرها تا کوچکترین یوتیوبرها که حمایت کردن از من. این حمایت ها صرف حاشیه نمیشه و مثل قبلا صرف کانتنت های خفن میشه. منتظر بفرمایید شام و ویدیو با کوروش باشید. سلام دوستان، من ویدیو فرهاد رو دیدم و از اینکه ایشون انقدر صحبت های غیر منطقی و بی ربط کرد تعجب کردم. متاسفانه ایشون به جای جبران کردن اشتباهش سعی میکنه صحبت هایی کنه که با گوش دادن به کلمات مافیا و زندگی شخصی و غیره عمق ماجرا قابل فهم است. من از هیچ فحشی بر علیه کسی حمایت نمیکنم. همونطور که تو ویدیو راجع به استرایک گفتم، به ایشون توهین نکنید. همونجور که 3 سال در حال فرهنگ سازی راجع به این موضوع هستم. خوشبختانه حمایت های همه جانبه یوتیوبرها و شما و همچنین شرکت اندروپی و تیم حقوقی این شرکت مراحل برداشته شدن این استرایک توسط تیم حقوقی رو ممکن کرده، چون بر اساس قوانین یوتیوب این کار برخلاف قوانین جهانیه و اینکه یوتیوب این استرایک رو قبول کرده فقط به خاطر فرایند استرایک یوتیوب هستش که توضیح دادم توی ویدیو. این مراحل قانونی بدون حمایت های شما و یوتیوبرها و شرکت اندروپی بعد از خوردن استرایک انجام نمیشد. خوشحالم از اینکه شما از حق دفاع کردید. یادگار بماند برای زمانی که هیچ یوتیوبری برای آسیب زدن به دیگران استرایک نزند. و امیر ایزدم این واکنش رو نشون میده در پاسخ به ویدیو آخر فراد ایکس ری. اولا این جریان که استرایک زدم پس یوتیوب قبول کرده که تونستم بزنم که شروره. این اصلا به این معنی نیست که استرایک درسته. صرفا یوتیوب به تو اعتماد میکنه و موقتا ویدیوی طرف رو برمیداره. بعد به طرف اجازه میده از خودش دفاع کنه. اگه دفاعش مورد قبول باشه استرایک برمیگرده به خودت و اگه 3 بار این کارو تکرار کنه به معنی استرایک ابیوزه و دیگه اجازه استرایک زدن از دست میدی. حالا تو مواردی مثل کپی رایت استرایک یا فیر یوز یوتیوب وقتی ویدیو رو برمیداره بررسی این که حق با کی هست میسپره به دادگاه. از اونجایی که حضور تو اون دادگاه چه آنلاین چه حضوری برای ایرانی‌ها معمولا سخت یا نزدیک به غیر ممکنه، این کار تو از نظر من بی‌مرامی و بی‌انصافی تو نشون میده. دوما داخل توضیحاتت میگی رضا از قبل میدونست که ممکنه دراما بشه و ممکنه استرایک بخوره، پس حماقت کرده که کانال خودش و دیگران در خطر قرار داد. خب در پاسخ باید بگم احمق تویی که متوجه نیستی ترس رضا یا بقیه کانتنت کریتورهایی که ویدیوهاشون شامل محتوایی با زبان نقد از شما دلیلش بیسوادی و دیکتاتوری شما هست که هر انتقادی رو توهین به خودتون میشمارین و فکر میکنین جهان حول محور شما میچرخه و همه موظفن در تمجید و تعریف شما محتوا بسازن. بله، پرنده میدونه که ممکنه شکار بشه اما از پرواز نمیترسه و این گناه پرنده نیست. من و بقیه محتوا سازا موظفیم از شجاعت یوتیوبرای مثل رضا دفاع کنیم و حامی اون باشیم، چون اگه غیر این باشه یوتیوب فارسی تبدیل به محل فعالیت عده‌ای دیکتاتور میشه که چند سال پیش مقدس بودن و هیچ نقدی بهشون وارد نبود، اما امروز اینطوری نیست. فکر میکردم از اتفاقی که برای پوتک افتاد درس گرفته باشی. روزگاری که من به فرشاد نقد میکردم و همه کورکورانه به خانواده و عزیزان من توهین میکردن گذشته. امروز روزیه که ماه و شب نمیمونه. امروز روزیه که یوتیوبری مثل فاتی گومز تو 3مین ویدیوی کانالش میتونه پوتک رو به سمت درست کار کردن ببره. 3 من واقعا متاسفم بابت توهینایی که به خانواده‌ات شده، اما من هیچ وقت با چشمانی گریه و صورتی کبود جلوی دوربین ننشستم تا با هیت هایی که از طرفداران فرشاد، سوگنگ، پوتک، خودت و 10 ها کانتنت کریتور دیگه گرفتم ناله کنم.
اشکای منو کسی ندید، اما همون زمان اختصاص دادم به اینکه کم نیارم و اینقدر به حرفم پافشاری کنم تا نتیجه بده. نتیجه اون تلاش‌ها شد سانسور چهره افرادی که ناراضی بودن، از منتشر شدن چهرهشون توی ویدیوهای بعدی فرشاد تا باز نشدن پای سایت‌های شرط‌بندی به کامیونیتی توییچ فارسی. اما تو به جای پاسخگویی مسیر مظلوم‌نمایی رو پیش گرفتی. دیگه حنای این حرکات رنگی نداره. اینکه از زن، زندگی، آزادی صحبت کنی و پشتبندش از ناموس و غیرت بگی. شاید تو دهه 80 و 90 خریدار داشت، ولی الان نوروز 1403 و مردم به مراتب آگاه‌ترن و کامل متوجهن چه استاندارد دوگانه‌ای رو در پیش گرفتی. تو بخشی از ویدیوهات میگی من که پردیس زنمه به خودم اجازه نمیدم بگم چی تنش کنه چی نکنه و بعضی هیترها راجع به لباسش نظر میدن. آفرین، چقدر زیبا گفتی. خوشحالم که درک میکنی که زنت مثل کنسولت نیست که تو صاحبش باشی و برای خودش یک کاراکتر داره. پس اجازه بده به جای زنت یا همسرت پردیس صداش کنیم. پردیس این روزا کاملا یک کانتنت کریئتور فعاله. هم یوتیوبش هم تلگرامش از من و زودیاک و رضا فعالتره و دیگه صرفا زنت نیست. پس همونطور که روزی با رست هر یوتیوبر دختری تو استریمات میخندیدی، روز شدن پردیس توسط رضا هم برات خنده‌دار باشه و اینو فحش و توهین ناموسی تلقی نکن، چون اینجا از استاندارد دوگانت خندم نمیگیره، جر میخورم. بخشی از ویدیوت با اشاره به کارهای خیریت یا هزینه‌هایی که برای ویدیوهای یوتیوبت کردی سعی کردی تحت اللفظ به سر مخاطب منت بذاری و چهره خودت از لجن این حقایق پاک کنی. اما باز باید یادآوری کنم مخاطب این روزها آگاهه و هزینه‌ای که از درآمد بیزینست برای بیزینست کردی رو لطفی به خودش نمیدونه. هزینه برای بیزینست مثل پول ادیتور، پول تامنیل زن یا خرجای داخل ویدیو بخشی از پلن بیزینسی تو بوده، نه لطفت به مخاطب. خیریه‌ها بخشی از برندینگت بوده. با قدرت میگم برندینگ، چون بارها و بارها از خیریهات برای منت گذاشتن و شستشوی ذهنی مخاطب استفاده کردی. پس به این بازی تکراری پایان بده. چندین بار به این موضوع اشاره کردی که عده‌ای از بغل تو گنده شدن و رشد کردن و اینو موضوعی برای تحقیر و تخریبشون دونستی و با اشاره به این موارد خواستی حق آزادی بیان ازشون بگیری و این جملات رو توی ذهن طرفدارای متعصبت بکاری تا اگه جایی کسی مثل سام صابری یا دیگران صحبت علیه تو میکنن با تکرار حرفای بی‌پایه یا اساست حرف اونا رو بی‌ارزش کنن. اما میخوام نکته‌ای بهت بگم فرا جان، خودت مخصوص پروموت شدن توسط اینویزیبل، تبلیغ شدن توسط من و رامین یا حضور به عنوان گزارشگر تو بزرگترین و پربازی‌ترین تورنمنت اون زمان ایران بودی که اتفاقا برگزار کننده همون مسابقه که باعث شناخته شدن تو شد علی زودیاک بود. پس اگه پروموت شدن نشونه‌ای برای تحقیر شدن، از ابتدا ما باید از این موضوع برای تخریب استفاده کنیم. اما متاسفانه نکته دوم خبری دردناک به همراه داره. امثال تو که مادریتور بودن، سابسکرایبر بودن یا ویور بودن رو کوچیک میشمارن یا کمک کردن به کسی که تو مسیر زندگی صرفا به این علته که روزی اونا رو مهره خودشون کنن و اگه نشدن اونا رو بابت این موضوع تحقیق کنن، باید در جریان باشن که از امروز دیگه مورد اعتماد هیچ کس نیستن، چون تو افراد و نردبونی برای پیشرفت خودت می‌بینی و با گذاشتن ازشون اونا رو تخریب می‌کنی تا مثلا خودتو خود ساخته نشون بدی. نکته آخر، نگران نباش، احساس خطر نکن. عده زیادی از مخاطبین تو پیگیر همه مسائل نیستن، وقت نمی‌کنن در مورد تو کامل تحقیق کنن و آگاه بشن چه رزومه سیاهی داری و همین علت هم هست که پردیس تو کانالش افتخارات تو رو برای دفاعت ازت پست میکنه، چون خیلی‌ها نه افتخارات تو رو میشناسن نه نقاط سیاه کریر تو و صرفا با بخشی از محتوای تو سرگرم میشن که هیچ ایرادی هم نداره. این عده عمده درآمد تو رو به همراه دارن، پس نترس. اما اونجا ایراد داره که تو هرگز مخاطب وفاداری نخواهی داشت، چون مخاطبین وفادار تو از اون دسته از افرادی پیگیر تشکیل میشن که به خوبی نقاط سیاه کارنامه تو رو دیدن و این دست و پا زدن تو دقیقاً از ترس از دست دادن همین بخش از مخاطباست. برای از دست دادن این بخش از مخاطبا، این بخش از همکارا و دوستانی که دغدغه‌مندن، شریفن و انسانن، بسیار بترس. این کارمای تمام کارهای نادرستیه که کردی. فرات تو تنهایی و علتش خودتی. جدای از حق بودن جایگاه رضا تو این مسئله و درست بودن حمایت ازش جا داره اشاره کنم کاش بعضی حمایت‌ها از روی منفعت، خصومت شخصی با فراد، رفاقت با رضا و غیره نبود، چون عده‌ای از همین افراد تو موارد دیگه سکوت کردن که جای تأسف داره. امیدوارم روزی برسه که واقعا عده‌ای حق و ناحق و فقط در نظر بگیرن و به هر مسئله کاملا شخصی نگاه نکنن. هرچند باز تاکید میکنم به این معنی نیست که طرف حق نبودن، چون واقعا تو این مورد فراد حقی نداشت.